امروز در ادامه سفر کوری به ناحیه ووسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون بینوی نوی مرکز تشخیصی طبی هولبوک رو مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات نو با طرح موثر بنیاد یافته از 8 آشیانه عبارت است. مرکز تشخیصی طبی هولبوک در آشیانه یکم و تهخانه جایگیر شده با تجهیزات نوترین تامین و شرایط موافق برای تشخیص و طبابت بیماران فراهم آورده شده است. ضمن شناسایی با شرایط مهیا گردیده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده افتتاح چنین انشاءات موثر جوابگو با استانداردهای بین المللی را به استقبال سزاوار جشن بزرگ و پرشکوه ملی 35 سالگی استقلال دولتی اقدام شایسته و نمونه عبرت ارزیابی نمودند. مرکز تشخیصی طبی هولبوک در زمینه دستور و هدایت‌های بی‌واسطه راهبریت عالی دولت از جانب صاحبکار وطنی رجب علی میرزا علیف با مقصد بهتر نمودن سطح خدمترسانی طبی در ناحیه ووسه بنیاد گردیده است. در مرکز نوی تشخیصی 40 متخصص دارای تجربه بلند کسبی فعالیت می‌کنند که اکثر آنها از حساب زنان و دختران محلی میباشند. همزمان در همین موضع پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون با لایحه بنیاد مجمع نوی تندرستی طبابتی شناس شدند و برای بنیاد آن سنگ اساس گذاشتند. بنا از 6 آشیانه عبارت بوده طبق نقشه دارای 60 کت خواب و 45 جای نوی کاری می باشد. پیشوای ملت ضمن شناسایی با امکانیت‌های مرکز و نقشه بنیاد مجمع نوی طبی با مسئولان دستور دادند که با مسئله آماده کادرهای بلند اختصاص، سطح خدمترسانی و استفاده درست تجهیزات موثر دقت مخصوص دهند.